سطح زبان آلمانی مورد نیاز برای کار در آلمان با توجه به قوانین سال 2024 چقدره؟ اول از همه باید بدونیم که برای کار در آلمان ما دو روش داریم. افرادی که دیپلم دارن و میخوان از طریق آسبیلنونگ یا همون کارآموزی در کشور آلمان اقدام بکنن، این مفهوم که بین 2 تا 4 سال در آلمان در یک مرکز آسبیلنونگ کار یاد میگیرن به صورت تئوری و عملی و بعدش در شرکت‌های آلمانی استخدام میشن. برای این روش سطح زبان مورد نیاز B1 آلمانی و در برخی از رشته‌ها مثل پرستاری و پیراپزشکی B2 هستش. اما برای افرادی که مدرک تحصیلیشون لیسانس به بالا هست و حداقل 3 سال سابقه کاری مرتبط دارن، مدرک زبانی طبق قوانین جدید آلمان نیاز نداره، اما حتما باید دانش زبان داشته باشن، چه آلمانی چه انگلیسی. بالاخره یکی از این دو حالت رو باید بتونن صحبت بکنن. پس به این جمع‌بندی میرسیم برای افرادی که میخوان مستقیما در آلمان کار پیدا بکنن، مدرک زبان جزء مدارک مورد نیاز نیست، اما سطح و دانش زبان چرا. یه نکته هم در نظر داشته باشیم، اگر ما از اون شرکت آلمانی جاب آفر بگیریم، طبیعتاً برای سفارت آلمان هم مدرک زبان مورد نیاز نخواهد بود. از چه مراکزی میتونیم مدرک زبان بگیریم؟ قطعاً مهمترین مرکز و طبیعتاً معتبرترین مرکز گوته هستش. اگر شما مدرک زبانتون رو از مرکز گوته بگیرین، قطعاً مورد تایید آلمان هست و اگر از اوسته هم بگیرین همچنین اعتبار رو داره. البته یه راه دیگه هم این هستش که شما از OKF مدرکتون رو بگیرین، یعنی از بخش فرهنگی سفارت اتریش. دیگه سایر مدارکی که شما از مراکز مختلف به عنوان مدرک زبان آلمانی میگیرین، جز تستاف که برای سطوح بالاتر هست دارای اعتبار نیستش و برای آلمان قابل قبول نیست. یه نکته مهم دیگه هم اینه که شما نیاز نیستش که از ابتدای اقدامتون مدرک زبان رو داشته باشین. شما کارهای زیادی از قبیل آنرکانت مدارک و تهیه سایر شرایط مورد نیاز دارید که خب میتونید زبان رو در امتداد و موازی با انجام این کارها یاد بگیرید. برخی افراد هم این اشتباه رو میکنن که حالا ما به سطح A1 رسیدیم، اول بریم مدرک A1 رو بگیریم، حالا به سطح A2 رسیدیم بریم A2 رو بگیریم و بعدش بریم مدرک B1 رو بگیریم. نه، نیاز نیست. شما به همون سطحی که رسیدین و میخواین امتحان بدین، مستقیما برای همون مدرک اقدام کنید. بذارین یه مثال براتون بزنم. مثلا برای رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی مدرک مورد نیاز سئانس هستش، اما شما سئانس رو نیاز نیست داخل ایران داشته باشید. شما میرین در اون کقانکنشوله تحصیل میکنید و در عین حال مدرک C1 تون رو اونجا میگیرید. یه جمع‌بندی داشته باشم. برای آسبیلنونگ آلمان مدرک B1 آلمانی و B2 آلمانی برای برخی از رشته‌ها مورد نیاز هست و برای کار در آلمان دانش زبان آلمانی یا انگلیسی به حد مکفی اون شرکت و درخواست و اون مقداری که نیاز داره که شما بلد باشین کفایت میکنه. طبیعتاً شرکت‌های آلمانی میخوان شما به یکی از این دو زبان بتونین به صورت مسلط صحبت کنید. منظورم از مسلط در سطح B2 هستش. طبیعتاً برای اقدام آسبیلنونگ و ویزای کار در آلمان شرایط هر فردی از قبیل مدرک زبان و سایر شرایط باید جدا و مختص اون رشته‌ای که داره بررسی بشه. واسه همین بهتون توصیه میکنم اول از همه مقاله رو کامل بخونید و سپس اگر مایل بودین فرم ارزیابی وبسایت ما رو پر کنید تا یه مشاوره تخصصی بابت تمامی شرایط مورد نیاز چه برای آسبیلنونگ آلمان چه برای ویزای کار آلمان دریافت کنید.